بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خواهران عزیز، امیدوارم که صحت سلامت باشید انشاءالله. درسی ششم رو پیش از آن که به درسی ششم گذاریم انشاءالله با سوال های درسی پنجم آغاز میکنیم. در اینجا 10 سوال هست. من کوشش میکنم که از شما همین سوال ها رو کنم و این چنین کسانی که اونقدر جواب نمیدهند من کوشش میکنم که نام های شما رو هم بگیرم. آماده باشید انشاءالله. خب و پس از جواب دادن میکروفون خود را محکم کنید، بهترین میشود. صدای اضافه نمی آید در ثبت. اکنون نظر میکنیم به جواب ها. شاگردان تمام جواب های خود را پیش کردن. اکنون نظر میکنیم به جواب های این سوال ها. لامی تعریف چیست و تنها به چگونه کلمه ها پیوست می شود؟ لامی تعریف لامی ساکنه هست که برای تعریف استفاده می شود و تنها با اسم ها پیوست می شود. این مهم است که با اسم ها گوییم، نه اینکه با فعل ها با حرف ها. دویم سوال این است که چرا لامی تعریف هیچگاه پیش از حرف های مدی نمی آید؟ لامی تعریف هیچگاه پیش از حرفهای مدی نمی آید زیرا آن همیشه ساکنه است. لامی تعریف خودش ساکنه است و با حرف مدی دچار واخوری دو ساکن می شود، التقاء الساکنین، که این نادرست است. سوم سوال این است که حرفهای قمریه را نامبر کنید. چطور آنها را شناخته می توانید؟ البته از عباره یا از مصرع ابغی حجک و خفع قیمه. از این عباره ما در این عبارت تمامی در این رمز یا عبارت تمامی حرفهای قمریه جمع آوری شده است. چهارم سوال این است که حرفهای شمسیه رو نامبر کنید و چگونه ما اینها رو شناخته میتوانیم. یا اینکه میتوانید که همین خیل باقی مانده حرفها رو شمسیه حساب کنید، یعنی که تنها ابغی حجک و خفع قیمه رو از یاد کنید و باقی مانده حرفهای هجا رو شمسیه حساب کنید. یا اینکه میتوانید که این عباره نظم رو حفظ کنید و از این رو قید کرده توانید که حرفهای شمسیه کدام ها هند. خب دیگر البته تمام اینها حرفهای شمسیه نیستند، تنها حرفهای اولی هر کلمه. پنجم این است که چرا این دو لام ها رو قمریه و شمسیه نام میدهند؟ البته سبب یکمش این است که در کلمه القمر و الشمس یکم حرفی که پس از لام تعریف می آید همان خودش چی هست؟ لامی هست که باید ظاهر کرده خوانده شود در القمر و در الشمس لامی هست که باید ادغام کرده شود. این سبب یکمش هست. سبب دویم رو من در اینجا نوشتم که لام قمریه مثل ستارگان هست که با برآمدن ماه ظاهر می شود و با اظهار خوانده می شود. و لام شمسیه مثل خب نه در اینجا انقدر دقیق ننوشتم. اصلا چطوری که شاگرد جواب داده بود، لامی در حرفهای قمریه لام به مانندی مختاب هست، بخشش لام به مانندی ستارگان هست، بله، و حرفهای قمریه به مانند قمر هستند که وقتی که ماه ظاهر می شود لامی تعریف هم ظاهر می شود، ستارگان هم گویا که ظاهر می شود. و در حرفهای شمسیه گفتیم که لام به مانندی چیست؟ به مانندی ستارگان هست دوباره، و حرف های شمسیه به مانندی آفتاب هستند که همین که آفتاب ظاهر شد و فکرم باز برعکس گفتم، همین که حرف های شمسیه ظاهر شود لامی تعریف لامی شمسی مخفی می شود، یعنی که حرف ها به مانندی آفتاب هستند و لامی تعریف به مانندی ستارگان هستند. خب به هر حال دقیقش رو خودتون میدانید، نوشتگی داریم. از فکر بعضی وقت گفتن آدم برعکس میگوید. به هر حال میگذاریم به جوابی 6 تا 10. سوال ششم این بود که لامی امر در کدام حالت ها با اظهار خوانده می شود؟ لامی امر همیشه با اظهار خوانده می شود. یک چیزی رو که شما برعکس فکر نکنید و سرگم نزنید این است که لامی امر این از لامی فعل امر فرق میکند. لامی امر رو وقتی که میگویم لامی امر یعنی که لام مکسوره رو به نظر داریم که در اولی فعل ها مخصوصا فعل های غائب و متکلم پیوست می شود، اما لامی فعل و فعل امر دیگر هست. خب پس لامی امر همه وقت با اظهار خوانده می شود، اما اگر لامی فعل امر باشد پس دو حکم دارد و ما تحت لامی فعل داخل می شود.
چرا لام فعل پس از حرف لام و را ادغام می شود؟ لام فعل پس از لام با سبب تماسل و پس از را با سبب قرابت مکان تلفظ قرابت مکان تلفظ ادغام می شود. خب و هشتم سوال این بود که در مثال های بل و هل، یعنی در مثال های این دو حرف کدام قاعده لام ساکنه تطبیق می شود؟ چطوری که جواب دادن در اینجا قاعده اظهار تطبیق می شود، اما اگر پس از اینها لام یا اینکه را بیاید پس در این وقت ادغام تطبیق می شود به مانند هل لک. نهم سوال این است که 5 نمود لام ساکنه در قرآن کدام هایند؟ لام التعریف، لام الفعل، لام الامر، لام الاسم و لام الحرف. و در این مثال ها 4 مثالی که پیش کرده شده بود در کدام مثال ها لام شمسیه هست و در کدام مثال ها قمریه هست؟ در الطامه و الثمرات لامش شمسیه هست که ادغام می شود به حرف بعدی، و در الکافرون و المجید لام ها لامی قمریه هستند که اظهار کرده می شود. اکنون انشاءالله میگذاریم به درس امروزه فی المثلین و المتقاربین و المتجانسین. خب امام جمزوری میگوید ان فی الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما احق وان يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين او يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقيقا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. خب بیت یکم این است که اگر در صفت ها درس امروزه تنها در مورد حرف ها می باشد، حرف هایی که به همدیگر مانند هستند، حرف هایی که از همدیگر دور هستند و مانند نیستند و حرف هایی که به همدیگر کم مانند هستند. خب توجه کنید، اصلا درس امروزه باید تنها 4 صحیفه می داشت و درسی بعدی هم 4 صحیفه. به فکرم که درسی 6 و 7 به همدیگر چی هستند؟ پیوسته هستند به همدیگر، یعنی یک مضمون دارند. اما هنگام تقسیم کردن درس ها به فکرم یادم هست من اینگونه فکر کردم که 8 صحیفه زیادی بد هست، خیلی زیاد یعنی وزنین می شود درس. از این سبب من 8 صحیفه رو به 4 صحیفه و 4 صحیفه تقسیم کردم. اما امروز دیدم که 4 صحیفه خیلی کم هست، 5 صحیفه رو به شما پیش کردم. اما بعد درسی هفته آینده تنها 3 صحیفه می شود که باقی ندارد. هفته آینده درسی آسانک می باشد و کوتاه می باشد. وقتی اضافه رو در شنیدنی بیت ها صرف میکنیم انشاءالله. خب اکنون اگر در صفت ها و مخرج ها یکسان باشند، هر دو حرف پس به نام مثلین سزاوارند. خب بخش یکم این حرف های هست که اتفاق دارند، متفق هستند در صفت ها و مخرج ها. یعنی اگر دو حرف در صفت ها و مکانی در صفت و مکانی تلفظ مثل دو حرفی با میم و دال موافقت کنند، آنها سزاواری نام مثلین یا متماثلین هستند. مثل در اینجا نظر کنید اضرب بعصاک الحجر. خب اضرب بی در اینجا به هست، در اینجا به هست. پس این هر دو این حرف ها حرف های مثلین هستند، یعنی به همدیگر مانند هستند، یک حرف هستند. لهم ما در اینجا هم حرفای یکسان هستند. قد دخلوا در اینجا هم دال و دال می آید پی هم، پس اینها حرفای مثلین هستند. حرفای مثلین یا متماثلین چونین تعریف می شوند: الحرفان اللذان اتفق اسما و رسما و مخرجا و صفتا. یادم هست شیخ عبله هم همین گونه به من تعریف های این حرف ها رو پیش کرده بود. الحرفان اللذان اتفق اسما و رسما و مخرجا و صفتا. حتی یادم هست که در دفترم چونین تیز می نوشتم که یعنی دفتر پر شده بود کنجک هایش و زود یعنی سخن می گفت شیخ عبله. در کنجک هایش همین تعریف ها رو نوشته بودم و چون که وقت نبود بعد تمام کلمه ها رو نوشتم، همین خیلی می نوشتم اسما و رسما و مخرجا، یعنی زود و بعد از درس بعد پر می کردم. به هر حال این از تعریفی یعنی المثلین. کوشش کنید که تعریف های عربی رو هم از یاد کنید، مفید هست. حرف هایی که چی معنا دارد؟ حرف هایی که با هم در نام
اسم در رسم یعنی در شکل، در مکان تلفظ و صفت خود موافقند. مثل، البته این خیلی صحیفه آسان هست، زیاد به تفصیلات داخل شدن ضروری نیست. در اینجا ببینید اذهب بکتابی، در اینجا دو حرفی که یک باشند کدام ها هست؟ اذهب با و با. در اینجا کف و کف. در اینجا مناسککم، در اینجا حرف کف کیکه، در اینجا دوتا کف می آید. در اینجا الرحیم و مالی، مالکی، خب میم و میم. و تحسبونه هینا، ها و ها، هر دوی حرف ها یک می باشند. خب و اهمیت بدهید در بعض مثال ها حرف یکم ساکنه هست و حرف دویومی متماثلین و مثلین متحرک هست. در بعضی مثال هایش هر دوی حرف متحرک هستند که همین نقطه رو به فکرتون بگیرید که در بیت های بعدی ناظم چی میگوید؟ میگوید که اگر این حالت باشد پس صغیر بگو و اگر این حالت باشد کبیر بگو، که در درس قبلی هم اشاره شده بود. پس به این نقطه میرسیم، اما از حاضر متوجه باشید. میگذاریم به بیت بعدی. میگوید که و این یکون مخرجا تقاربه، و اگر مخرجی نزدیک باشد، قریب باشد. و فی الصفات اختلفه، اما صفت فرق کند. در صفت ها اختلفه، هر دویشون اختلاف داشته باشند. یلقبه، پس اونها رو مینامند یا لقب میدهند، اما متاسفانه نامی همین بخش در بیت بعدی هست. از این سبب در اینجا من با یک رنگ خیره تر نوشتگی هستم که آنها رو چی مینامند؟ متقاربین مینامند. که شما در همین یعنی در همین صحیفه ببینید که این در موردی متقاربین هست، اما از جهت جایش در بیت متاسفانه در بیت بعدی می آید متقاربین، در اینجا گفته می شود. پس سرگم نزنید. متقاربین یا متقاربین یعنی دوید به همین تعریف هست. خب از این سبب من در اینجا هم نوشتم. خب نزدیکی مخرج و اختلافی صفت ها چی معنا دارد؟ یعنی اگر دو حرف در مکان تلفظ نزدیک باشند، قریب باشند، اما در صفت ها فرق کنند، اختلاف داشته باشند، آنها را متقاربین مینامند. چی در حالت رفعی گوید چی در حالت نسبی و جری فرق نمی کند. متقاربان، متقاربین یعنی هر دویش یک هست. حرف های متقاربین چونین تعریف می شوند. خب در اینجا سه بخش حرف ها رو یا سه شکلی یا طرزی حرف ها رو در داخل همین تعریف پیش کرده می شود. هما الحرفان اللذان تقاربا فی المخرج و الصفه، حرف هایی که در مکان تلفظ یعنی در مخرج و صفت خود به هم نزدیک هستند، یعنی هم در مخرج و هم در صفت ها نزدیک باشند، اینها هم در بخش متقاربین داخل می شوند. او هما الحرفان اللذان تقاربا فی المخرج دون الصفه، دویم بخش حرف این است که یا اینکه دو حرفی که در مکان تلفظ نزدیک باشند ولی در صفت فرق کنند، و سومش این است که او هما الحرفان اللذان تقاربا فی الصفه دون المخرج، یا اینکه دو حرفی که در صفت نزدیک باشند ولی در مکان تلفظ فرق کنند. پس برای هر این سه بخش حرف هایی که ما تحت همین تعریف متقاربین داخل می شوند من برای شما مثال ها پیش کردم. برای بخش یکم که حرف هایی که تقارب فی المخرج در مخرج نزدیک هستند و این چونین در صفت، مثالی ملدنه هست. نون بولم در مخرج نزدیک هستند و این چونین در صفت هم نزدیک هستند، خیلی از همدیگر دور نیستند. خالقاکم قاف و کاف یک مخرج ندارند اما در مخرج نزدیک هستند و این چونین در صفت هایشون. در بعضی صفت ها قل ربی لا و را در مخرج نزدیک هستند، چطوری که باید شما بدانید اگر شما از مخارج الحروف آگاه نیستید این رو شما خوب درک نخواهید کرد. از این سبب کوشش کنید که درس های تجوید ابتدایی حداقل درسی مخارج و صفات رو گوش کنید، چون که در تحفت-ال-اطفال آنها پیش کردن نمی شوند. خب و این چونین ذل بوزه و اذ زینه، اینها شد مثال های این بخش یکم. مثال های بخش دویم حرف هایی که نزدیک هستند، قریب هستند در مخرج اما در صفت ها نه. دال بوسین، قد سمع، عدد سنین،
دال با سین این مثال این حرف ها حساب می شود. یا اینکه سوم بخش حرفایی که نزدیک هستند در صفتشان اما در مخرجشان نه. این شد رأسو شیبه، سین با شین، بعودت ثمود. خب در اینجا تا با ث، اذ جاؤکم، ذل با جیم. خب این است مثال هایی که سه بخش هست، اما تمام این بخش ها تمام این سه بخش ها تحت حرف های متقاربین به هم دیگر نزدیک داخل می شوند. گرچند که در اینجا ناظم گفته است که قریب هستند در مخرج اما در صفت اختلاف دارند، باز هم در اینجا دو بخش دیگر داخل می شود و این تنها اشاره هست به همین نوع، به همین قسم. ادامه می دهیم. البته ما گفتیم که بخش قبلی رو متقاربین گفته می شود، متقاربین نگوید بلکه متقاربین. این ساکن از سبب وزنی شعری هست، چطوری که شما باید بلد باشید. از اینجا ادامه می دهیم. او یکون اتفقا فی مخرج دون الصفات حقیقا بالمتجانسین. این هم نامش در بیت بعدی می آید، باز هم در ترجمه من در اینجا نوشتم. یا وقتی که مخرج یک هست، یعنی که در مخرج هر دویشون اتفاق کنند، در مخرج دون صفت ولی در صفت ها نه. من در اینجا مختلف نوشتم اما کلمه مختلف در خودی عربیش نمی آید. همین خیل دون صفت یعنی بغیر صفات، یعنی که ولی در صفت ها نه، در صفت ها یک نیستند. پس در این حالت چی میگویم؟ این حرف ها رو متجانسین. خب اکنون یعنی اگر دو حرف در مکان تلفظ موافق باشند، موافقت داشته باشند و در صفت ها اختلاف داشته باشند، آنها را متجانسین می نامند. حرف های متجانس چونین تعریف می شوند: هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا و اختلفا صفتا. حرف هایی که در مکان تلفظ یکسان هستند، یعنی که اتفاق دارند، متفق هستند ولی در صفت از هم فرق می کنند. مثال ها برای این بخش: حصدتم، دال با تا. حرف های هستند که در مکان تلفظ یکسان هستند یا اینکه متفق هستند اما در صفتشون مختلف هستند. خب یلحث ذلك اذ ظلمتم. چطوری که شما میدانید تمام این حرف ها، این دو حرفی که در هر این سه مثال می آید، حرف هایی هستند که در مخرج یک هستند اما در صفت ها دیگر می شوند، یعنی که اختلاف می کنند. می گذاریم به بخش بعدی. ثم این سکن اول کل فالصغیر سمیا. میگوید که اگر اولش ساکن باشد پس آن رو صغیر نامگذار. یعنی اگر حرف اول در هر یک از مثال های متماثلین، متقاربین، متجانسین ساکن باشد، آن را صغیر یعنی که خرد نام دهید. یعنی متماثلین صغیر، متقاربین صغیر یا متجانسین صغیر. خب این گونه گفته می شود. و اگر این گونه نباشد در بیت بعدی می آید پس ما کبیر می گوییم آنها را. آن را خرد می نامند زیرا در وقت ادغام کردن آن تنها یک قدم لازم هست که آن ادغام حرف اول در دوم هست. یعنی حاجت به قدم یکم و ساکن گردانیدن حرف یکم نیست. خب اکنون آخران بیت کدام هست؟ او حرک الحرفان فی کل فقل کل کبیر و فهمنه بالمثل. و اگر هر دو حرف متحرک باشند، یعنی که هر دوی حرفی که یا متماثلین هستند یا متجانسین یا متقاربین، اگر یکمش هم متحرک باشد حرکت دار و دویمش هم حرکت دار باشد پس هر دویش را کبیر بگو که کلون کبیرون، هر دویش یعنی که هر یک کدامش کبیر هست و آنها را با مثال ها بفهم. یعنی که اگر حرف ها در مثلین، متقاربین یا متجانسین هر دو متحرک باشند آنها را کبیر می نامند. برای تطبیق ادغام به دو قدم نیاز دارد: اول ساکن کردن حرف اول و دوم ادغامی حرف اول در دوم. یعنی به دو قدم چون که ضرورت دارد، کاری بیشتر نیاز دارد و این را بعد چی گفته می شود؟ ادغامی کبیر. و حکم اکنون به احکام می گذاریم.
که احکام متقاربین و متجانسین و متماثلین یا مثلین چیست. اکنون پیش از آن که به احکام داخل شویم بدانید که برای هر یکی از این بخش ها حکم وجود دارد، قاعده هست. یعنی که در این درس شاید شما گمان کنید که تنها ما در مورد لقب ها می آموزیم و این درست هست که در این بخش یا اینکه در بخش یکم این قسمت ما در مورد نام ها و لقب های این حرف ها آموختیم که این اگر حرف ها چنین باشد مثلن یا مثلین گفته می شود، اگر آنها چنین باشند متقاربین یا متجانسین نامیده می شود. اما تمام این لقب ها برای یک هدف به ما یعنی به ما گفته می شود، به سبب نیست. تنها برای لقب ها یا برای فهمیدن نام های آنها نیست، بلکه با سبب هست، برای فهمیدن قاعده های این بخش ها هست. پس قاعده این بخش یا تمام این موضوع با قریب که 6 بخش اگر فکر کنید 6 بخش تقسیم می شود. حکم متقاربین کبیر، حکم متجانسین کبیر، حکم مثلین کبیر و همین خل هم حکم متقاربین صغیر، متجانسین صغیر و مثلین صغیر وجود دارد. اما احکام صغیر کمی زیادتر هست. از این سبب من این احکام رو به درسی بعدی گذاشتم، درسی هفتم. در این درس ما تنها از بخشی قاعده های کبیر، بخشی کبیر میگذاریم. خب پس در اینجا چطوری که میبینید حکمش و قاعدهش خیلی آسان هست، به 3 بخش تقسیم می شود و تمامش در همین صحیفه می آید که به ما اشاره میکند که احکامش خیلی مختصر هست. خب حکم متقاربین کبیر چیست؟ متقاربین اگر به یاد نداشته باشید پس می رویم و در اینجا نظر کنید. متقاربین حرف های را گفته می شود که در مخرج نزدیک باشند اما در صفت ها فرق کنند. پس برمیگردیم به این صحیفه. حکم این گونه حرف ها چیست؟ که این گونه حرف ها باشند و این چنین هر دویش متحرک باشد. پس در اینجا نظر میکنیم عرشی سبیل، شین با سین چی هستند؟ قریب هستند در مخرج، در صفت ها فرق میکنند. پس حکمش اظهار هست. قال ربی، لام با را، 2 حرفایی هست که متقاربین هستند و در اینجا حکم متقاربین کبیر تطبیق می شود. یعنی که باید اظهار کنیم این حرف ها رو از همدیگر جدا کنیم و هر دویشون رو روشن تلفظ کنیم. خلقکم، قاف و کاف، حکم متقاربین کبیر در اینجا تطبیق می شود. لقب ها رو خوب بیاموزید و خوب بلد شوید، چون که همین گونه باید شما نامبر کنید، همین گونه باید حکم رو به من بفهمونید. عدد سینین، دال و سین، عدد سینین. خب در اینجا دال و سین جدا می شوند از همدیگر. حکم اظهار در اینجا تطبیق می شود. حکم متجانسین کبیر چیست؟ خب در اینجا هم حکمش اظهار هست. متجانسین کدام 2 حرف ها رو گفته می شود؟ نظر می کنیم در اینجا ما خونده بودیم که وقتی که مخرج یک هست ولی صفت ها مختلف هستند. خب در اینجا نظر کنید. یعذب من، یعذب من، با و میم این است متجانسین کبیر، حکمش اظهار هست. پس همین اظهار رو تطبیق می کنیم. بعد توکیدها، دا و تا. خب دال و تا در اینجا هم حکمش اظهار هست. و صالحاتی طوبا، تا و طا در مخرج یک هستند، متجانس هستند، در صفت ها فرق میکنند. خب در صفت ها مختلف هستند، چطوری که در اینجا ما گذاشتیم. وقتی که مخرج یک هست ولی صفت ها مختلف هستند، در اینجا هم حکم اظهار تطبیق می شود. اکنون حکم مثلین کبیر چیست؟ اظهار. خب این هم حکم اساسیش اظهار هست، اما ادغام هم دارد. ادغام در 2 مورد دارد. خب که در اینجا برای شما پیش کرده می شود. مثلی فیهی هودن، باید داشته باشید مثلین 2 حرفایی رو گفته می شود که یعنی که یک باشند، یک حرف باشد. ها و ها در اینجا و کبیر هستند از سببی که هر دویشون متحرک هستند، پس اظهار میکنیم. الرحیم، میمه در اینجا میمه چی می شود؟ حکم مثلین کبیر در اینجا تطبیق می شود. مناسککم،
حکم مثلین کبیر در اینجا تطبیق می شود که اظهار هست. خب اکنون این مثال های این بود و بجز دو مورد که حکمشون ادغام هست و این کلمه تأمن هست و کلمه مکنی هست. البته در روایتی مشهوری امام حفص عاصم در اینجا نون در کلمه تأمن، این نون که با دو وجه خوانده می شود، در اینجا هر دویشون رو می فهمونم، و نون در کلمه مکنی که با ادغام خوانده می شود. مقصدی هر دوی این کلمه ها همین قدر هست که در هر دویشون با ادغام خوانده می شود، اما در این طرز دویمش راوم کمی ادغام کرده نمی شود، اما در اینش ادغام کرده می شود و با ضم نونی یکم اشاره کرده می شود. خب من این رو می فهمونم، اما در مصحف وقتی که شما نظر میکنید، مخصوصا مصحف مدنی، این کلمه این گونه می آید که چندین نفرها علاقه سوال کردند در مورد همین کلمه تأمن. در گروه هم به فکرم در مورد همین من جواب دادگی بودم، اما در شخصی به یادم هست که حداقل 2 یا 3 نفر در باره همین پرسیدگی هستند. در مصحف به همین شکل می آید همین کلمه و این کلمه اصلش تأمنونه هست که من در اینجا برای شما نوشتم. تأمنونه یعنی که دو نون پی هم آمدگی هستند. خب در اصلش یعنی که در شکل اصلیش نونی مضموم و پس از آن نونی مفتوح. خب یعنی که در اینجا چی می شود؟ مثلین کبیر. و این گونه شاید انسان فکر کند که من در اینجا باید اظهار کنم و بگویم تأمنونه. البته اگر در قرآن این گونه خود شکلش این گونه نمیشد، شاید انسان در غلط فهمی می افتید، اما البته خودی طرز نوشت قرآن همه این خطاها رو چی میکند؟ یعنی باز میدارد. به هر حال شاید گمان کنه که در اینجا باید که حکم اظهار تطبیق شود، اما برای چی نمیشود؟ از سببی که این یک کلمه هست که استثناء کرده میشود و در اینجا 2 وجه هست، یعنی که 2 راه، 2 طریقه هست برای قرائت کردنش در خود همین روایت امام حفص عاصم. یکمش این رو اشمام گفته می شود. خب که لبها هنگام تلفظ نونی یکم یا اینکه همین نونی مدغم یا نونی غنه‌دار به نشانه ضمه گرد می شوند. لبها گرد می شوند تا اینکه با ضمه یکم اشاره کنند. چی معنا دارد؟ وقتی که ما میگویم تأمن ما لک لا تأمن، خب در سوره یوسف هست ای پدرمان چرا به ما باوری نداری که ما از یوسف یعنی از یوسف نگاه بینی میکنیم، یعنی برادران یوسف همین گونه گفتن به یعقوب علیه السلام تأمن. وقتی که این کلمه رو تلفظ میکنید، قرائت میکنید، با غنه، هنگامی که نون مشدده رو میبینید با غنه تلفظ میکنید. پس وقتی که انسان همین غنه رو که تلفظ میکند، هنگامی گفتن و غنه کردن تأمن گفتن، لبهایش رو گرد میکند تا اینکه به ضمه نونی یکمی که در داخل همین گویم که شده هست اشاره شود. و برای این من برای شما یک ویدیو رو پیش از درس روان کردگی بودم. میدونم که اونقدر شاید وقت نبود، اما ویدیو کوتاه بود، کمی وقت داده بودم که شما همان رو پیش از درس یک بار گوش کنید، تماشا کنید و ببینید که چندین تا عالمان تجوید چگونه این کلمه رو تلفظ میکنند. یعنی در اول ویدیو با اشمام تلفظ میکنن، لبهای خود رو گرد میکنن، گرچندی که ضمه رو تلفظ نمیکنن، یعنی که تأمنونه نمیگویند، اما تأمن میگویند و لبهای خود رو گرد میکنن. حالا هم هنگامی یعنی گفتن من همین گونه میکنم، اما شنیده نمیشود. کمی شنیده میشود که لبها کمی حرکت میکند به یک شکل دیگر، به شکل گرد شدن، اما اونقدر شنیده نمیشود. یعنی که از جهت شنیدن تأمن گفته میشود، اما از شکل دیدن لبها گرد میشود که به نونی اول اشاره کند. ما لك لا تأمن، ما لك لا تأمن. و این است شکلی از همه مشهوری تلفظ کردنی و طریقه خواندنی این کلمه. و دویمش با راوم هست که کمی دشوارتر هست، چون که فرق راوم از فرق اظهار خیلی کم هست، یعنی شنیده نمیشد. فرقیتی راوم کردن، راوم را و میم،
از اظهار کردن خیلی کم هست و عموما اساسا اونقدر شنیده نمیشود که در نون با دو حرکت خوانده میشود. یعنی که تأمنون، انسان تأمنون میگوید اما به مانند اظهار نه، یعنی که ضمه نون رو ظاهر و پورا تلفظ نمی کند، بلکه خیلی همین ضمه رو خیلی کم، حرکتش رو خیلی وقتی کم می دهد و خیلی وقتی خاموش هم می دهد. یعنی که تیز همین ضمه رو میگوید و میگذرد. به جایی که بگوید تأمنون نونه بگوید نونه میگوید، خیلی کم میگوید تأمنون تأمنون. این گونه کوشش میکند که صدای ضمه رو پست کند، گرچند که به این شکل هم نوشتگی هست. اگر کسی خواهد که راوم کند و طریقه درستی تلفظ راوم رو ادا کردن تواند، میتواند که ما لک لا تأمنون این گونه بگوید که این راوم شد. اگر شنیدید من خیلی پست کردم و کوتاه خواندم صدای ضمه رو، تأمنون نگفتم که این اظهار می شود. خوب ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف. النطق الخطأ ما لك لا تأمننا على يوسف. اکنون کلمه دوم این است کلمه مکنی. خب کلمه مکنی که اصلش مکننی هست. مکننی یعنی که دو نون پای هم می آید و نون یکم و دوم هر دویشون چی هستند؟ متحرک هستند که این می شود حکم مثلین کبیر. در اینجا هم امام حفص نون رو چی میکند؟ به نون ادغام میکند، یعنی که طرز خواندنی درستش نون به نون ادغام شدن هست و با غنه تلفظ شدنی این کلمه هست. مکنی همین گونه باید خوانده شود و با ادغام باید خوانده شود. خب پس این است این دو کلمه که از حکم مثلین کبیر چی می شود؟ استثناء می شوند. به غیر از یعنی بجز از همین دو کلمه دیگر کلمه ها باید با اظهار تلفظ کرده شوند. خب پس در همین جو انشاءالله درس ما به پایان می رسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. خب بفرمایید.